روزی بخیر. پایان شهریور و فصل برداشت عناب. آقای خسروی قبول زحمت کردن، امروز اومدن به کمک ما. همونجوری که میبینین عنابا رو چوب میزنن و عناب ریز و درشت همش میریزه روی زمین و این ورم خانما دارن یه دونه یه دونه از روی زمین جمع میکنن. عناب امسال با توجه به گرمای هوایی که داشتیم عناب خوبی در نیامد. هر ساله با توجه به اینکه افزایش دما داریم عنابا کیفیتش پایینتر و پایینتر میاد. عناب ریز و درشت همش مال یه درخته، تا درصد فرق میکنه. عناب ریز درصدش بیشتره، عناب درشت درصدش کمتره. معمولا عنابا تو این فصل قیمتاش هم مناسبه نسبت به سایر اجناس. تو سالهای گذشته قیمت عناب هم بالا نرفته، از 40 تومن عناب هست تا 600 تومن. ولی خب توی یه باغ مثلا که 100 تا درخت داره شاید 5 کیلو عناب 600 تومانی یا 10 کیلو عناب 600 تومانی از توش در بیاد. اینا الک میشه، نمره بندی میشه و نهایتاً میره بازار برای فروش که البته بازار خوبی هم نداره. الان این که عناب محصول بسیار پر زحمت و خیلی هم پر خاصیت هست، ولی تو سالهای اخیر بازارش خراب شده به دلیل مشکلات مالی که مردم دچار شدن. کل محصولات کشاورزی مقداری از رونق بازارش کم شد. خیلی اینم از اینم از باغ ما. یه نمای کلی هم خدمتتون بدم. حدود 100 تا درخت عناب و سایر درخت ها مثل توت، آلو، انار، از زیتون، انواع اقسام انگور و گل نرگس محصول زمستونی مونه. انشالله تو روزهای آینده میخوام گل نرگس بکاریم. فردا یا پس فردا که اونم باز کلیپشو براتون میذارم. درخت پسته هم داریم که البته هنوز پیوند نخورده و به بار ننشست. خدا نگهدار.